یک ویدیو متفاوت تر بچه‌ها. امروز من با کلش رویال با هم دیگه داشته باشیم بچه‌ها. میدونم که کلش آف کلنس دو تا ویدیو گذاشتم و گفتم که بیایم یکم به کانال تفاوت بدیم و یک ویدیو کلش رویالی هم بذاریم بچه‌ها. قبل از اینکه بریم مچ‌ها رو بزنیم و با هم دیگه مچ‌ها رو ببینیم، حتما کانال ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید، کامنت کنید که ویدیو بعدی چه ویدیو بزنم. کلش آف کلنس بذارم، کلش رویال بذارم، بوم بیچ بذارم، براول استارز بذارم، هر چی بازی که بگین بچه‌ها من دارم از سوپرسل. چرا ترکیب این هستش: نیزه دار، گابلینای نیزه دار، مینی پکا، شوالیه همون نایت، والکری، مینیوم ها، گالم، ویچ یا همون ساحره، آرچر یا همون تیرانداز. میتونید با خودت ببرید. چون حتما بیاید سیتی رویال، خیلی فعال نیستیم ولی خب چون دیگه ما دیزار فقط کلش آف کلنس باز میکنیم. کلش آف کلنس هم که اسم قبیلمون ایران لجند هست. اگه خواستید بیاید، میخوایم وار استارت میکنیم، خیلی فعال هستیم. رکبار کن. آره دیگه خودش اونجا میتونید هر دو تا اکانت ما رو ببینید، یعنی هر سه تا که نه هر دو تا میتونید ببینید. یکی هم تانه 11 رو میتونید ببینید داخل اون کلن بچه‌ها. خب ما میدان نبرد خوک هستیم، کوهستان خوک هستیم. بچه‌ها بریم مچ‌ها رو ببینیم با هم دیگه. میتونیم ببینیم بچه‌ها گزارش نبردای من. بچه‌ها از این اول شروع میکنیم که سه ستاره کردم بچه‌ها. حریف آخراش اولاش که منو زد بچه‌ها. اول من اینجا هیچی نداشتم و حریف گالی میندازه و منم والکری میندازم برای دفاع که اصلا هیچ تاثیری نداشت باشیم که اینجا ریشن جا خواست و بعد دوستای نخت ممکن دفاع کرد تمام نیروی که من داشتم، ولی اکسی کردم و من نمیدونم چرا خوکا رو ننداخت بچه‌ها. اگه خوکا مینداخت چون من هیچی برای خوک نداشتم بچه‌ها. اینجا خوشبختانه با مینیم دفاع میشه، ولی اسکلتای لعنتی همیشه باید بزنن. آره دیگه اینجا اکسیمون نگه میدیم که ببینیم حریف چی کار میتونه بکنه. فکر کنم حریف میره و من گالم رو میذارم که خودتون نگاه کنیم دیگه الان چی کار میکنم. گالم میذارم، ویچ و پکا و همه چیز پشت سرش پیاده میکنم که برای اون سه ستاره رو برای من بگیرم بچه‌ها. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو یک لایک بندازید پای ویدیو، چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم فعال کنید. هر وقت ویدیو جدید داشتم شما با خبر بشید بچه. اینجا دیدم که گولم کلا اینجا حریف رفت و گولم من که دیدم هیچی براش نداشت، از این ور پکا و ویچ و همه سوهر انداختم که بچه با همین چند تا دونه چیز سه ستاره شد دیگه. حالا من چیزی زیادتری فکر نکنم انداختم که نمیدونم حالا شد. آره گابلین انداختم که گابلین هم آخرش یک دمج دو تا رو نمیشه حرکت کردم که این بلاواتی سه ستاره شد و از این ترکیب استفاده بکنید. واقعا ترکیب خوبیه. بریم که دو تا اتک با هم دیگه ببینیم و دو تا اتک هم به صورت لایو با هم دیگه بزنیم. لیتس گو. البته این اولیش بود، بریم دو تا دیگه هم به نظر من ببینیم بعدش نیست. بزنین شکست خونه فقط به خاطر یک اشتباه بچه. اینجا یک ستاره کردم من، بیشتری یا یک میکنم یا دو میکنم، حالا خیلی کمی پیش کنم که مثل ترکیب حریف هوک سایکل بود که بچه واقعا ترکیب رو مخی بود. خیلی ترکیب رو مخی بود بچه، خیلی ترکیب رو مخی بود. ولی بعدا به این که ترکیب مثلا زدکش بود دوستم بزنمش و یک تابر ازش بگیرم و حتی بعدی ترکیب من اینه که دفاع نداره، فقط برای حمله ساخته شده. پکا ویچ فقط
فقط یک ویچ و واکری و نایت برای دفاع هستن، جاین گولم و پکاینو برای حمله هستن و ویچ هم من برای حمله استفاده کنم. خیلی کم پیش میاد که برای دفاع استفاده بکنم. یک ذره ورمو کم کنیم که شما صدای منو بشنوید بچه ها. اینجا حریف باز گوش میدازه ولی من یکم دیر پکا رو پیاده میکنم، یک دمیج میخورم ولی بکنم پکا اینجا میره یک دمیج خیلی سمی به تابه میده و اینجا کنانشو خیلی دیگه میده. همینطور که دیدید پکا یک دمیج سمی که اون نمیشه گفت ولی یک دمیج خوبی داد یاره. بچه ها همینطور که میبینید این همین یک دونه همه نیروهای من کشید اون طرف و آره اینجا الان ویچو برای دفاع استفاده کردم که متاسفانه فایربال انداخت و از این شدم با مینیونا دفاع کنم. اینا تو نخواست پکام رو به هدر بدم. ولی پکام خیلی اینجا بد انداختم، خودم هم خیلی قراره که بد انداختم. یک دمیج بدی هم که خوردیم و آره اینجا بازم پکا تصمیم به تاون ها باز حریف رو خیلی کم یک ضربه دیگه میزد تاورش رو گرفته بودیم بچه ها. آره دیگه اینقدر گفتیم تاون ها میگیم تاون ها، ولی خب حالا اینجا چی برای دفاع گذاشتم؟ نایت و اینا رو گذاشتم که اون فایربالش خیلی بد انداخت و باعث شد که زیاد دمیج خوبی نده میگش، ولی خب دمیج خوبی داد. این به دمیج پای دمیج من نمیشه بچه ها. آخرین ضربه فکر کنم کی زد، فکر کنم ویچ یا چون اینجا دیگه من گفتم که اشتباهی کنش میده. واقعا خیلی حیفه که گولمون نندازم بچه ها. ویچ زد و 12 ثانیه مونده بود و من رفتم داخل حالت دفاعمو نداشتم من تو یک دمیجم به تاون ها من میگم تاون ها برد من بچه بده دو تا شاهده گرفتم که بچه اینجا بازی تموم شد. سو این از دومیش که میتونیم بریم یکی دیگه هم بچه با هم دیگه نه بچه بسته یکی به صورت لایو الان با هم دیگه اتک رو میزنیم که ببینیم چطوری میتونیم پیش بریم. یک مچ به صورت لایو با هم دیگه بزن بریم بچه ها. بریم ترکیبم که همونه که قبلا دیدید ترکیبش چیه. آره دیگه بچه ها. خب خلاصه اول پابلونای نیزه‌دار میفرستیم که یک دمیج خیلی کمی بدن. ببین اصلا حریف چی داره که میخواد رو کنه برای گابلین اینا. اونجایی که هیچی ننداخت فکر کنم حریف نیست بچه هست. همین که گفتم نیست آمد بچه داخل بسی موفق باشی همچه سلامت باشی مثل نوشت ممنون. من انتظار داشتم مثل سلامت باشی ولی خب خودش نمیشه. اگه یه سلامت باشی اضافه میکردن واقعا خیلی چون واقعا با این ترکیب چطوری اینا میتونن تو پکا باشه مونستر ای اف کلا که اینجا هیچی نداشتم برای دفاع هیچی نداشتم میگیم خودتونه بچه رسما یک تابلو رو نوشت داریم رسما جا سه مثل که میشیم. ولی خب شما در چیزی که فهمیدید که ترکیب چطوری کار میکنه چطوری هست اصلا ترکیب بچه ها. حالا من کلا دیگه اینجا بازی رو ول میکنم که زیاد ویدیو طولانی نشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد یک لایک بندازید پای ویدیو. آره دیگه بچه ها چون من این اتک رو نمیخواستم ببرم شورش گرفتم و اینه میزدمش بازم با همون میاد و امیدوارم از این ویدیو خیلی خیلی خوشتون اومده باشه. واقعا ببینید که
تو 3 ستاره شدیم. خیلی خوب است. حالا شما که دیگه قشنگ یاد گرفتید که چی به چی و چی به چی نیست. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. چنل من رو حتما سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید، در کامنت بنویسید برای ویدیو بعدی چه بازی رو انجام بدم. خدا نگهدارتون.